سلام عزیزای دلم. امروز میخوام ترشی مخلوط براتون بگم. شروع میکنیم با مواد اولیه. اول من یه گل کلم کوچیک براتون توضیح بدم که چون من جای خنک ندارم میخوام تو یخچال بذارم، به اندازه 2 تا شیشه مثلا خیارشور بزرگا اندازه هاشو اینجوری براتون میگم. شما هر چقدر ظرفتون بزرگتر باشه یا تعداد جمعیتتون بیشتر باشه میتونین موادتون رو بیشتر بگیرید، ولی من چون کم میخوام درست کنم اندازه‌های کم بهتون میگم. یه دونه گل کلم میشوریم، خورد میکنیم، میذاریم تو آبکش، آبش بره قشنگ، آب نداشته باشه، چون آب داشته باشه کپک میزنه. چند شاخه کرفس میشوریم، خورد میکنیم ریز. حالا اگه شما درشتر دوست دارین درشت کنین دیگه، اندازه هاش به سلیقه خودتونه. بعضی اصلا میخوان تو خورد کنن، رنده کنن، خورد کنن، هر جور که تمایل دارین. اینم برگای کرفسه، فلفل تون، هویجم میشوریم، خورد میکنیم، پیاز ریز چند تا، خیار 2 تا بوته‌ای خورد کردم، شستم، خورد کردم. سبزی ترشی شامل ترخون، مرزه، شیوید، گیشنیز، جعفری میشوریم. من هر کدوم چند شاخه شستم، آبش که رفته خورد کردم. اینم برگای کرفسه، شستم، آبش رفته، خورد کردم. حالا بعد اینم یه دونه این برگ کلمای کوچیکه، اینم شستم، خورد کردم، آبشم رفته، خشکه الان قشنگ. اینم 3 تا بادمجونه، بادمجون قلمی که تخم نداشته باشه، شستم خوب، بعد خورد کردم. حالا هر اندازه‌ای که میخواین، گرد میخواین، مربعای ریز میخواین. من تو آب نمک، این یه نکته است، این شستم تو آب نمک گذاشتم، نیم ساعت بود، بعد تو آبکش ریختم، آب سرد ریختم که تلخیش گرفته شه. بعد تو قابلمه روی گاز سرکه ریختم با این بادمجون، از 10 دقیقه 15 دقیقه جوشید، له نشه. همچین که نگاه کنید له نشه، 10 دقیقه کافیه. یه خورده زردچوبه و نمک هم زدم. بعد میریم سراغ ادویجات. من گلپه رو باز میگیرم، چوباشو جدا میکنم، سنگشو جدا میکنم، این ورم آسیاب کردهشو گذاشتم. پس پاک میکنیم، چوباشو میگیریم، آسیاب میکنیم. زردچوبه، سیادونه، ترخون مرزه خوش، نعنا، نمک، سرکه، تخم گیشنیز. بعد اینم سیر، چند حبه سیر دیگه به ذائقه‌تونه. اگه سیر دوست ندارین اصلا نریزید، اگه کم دوست دارین 2-3 تا دونه. این اندازه 4-5 تا رو من خورده ریز کردم. حالا فقط سیب زمینی ترشی گیر نیاوردم، هر جا رو گشتم، شاید الان زوده، آخر آبان میاد، پس سیب زمینی ترشی هم میخواد. 2 قلم دیگه فلفل دلمه‌ای رنگی، بعضیا دوست دارن خورد میکنن توش، این سلیقه‌ایه، من دوست نداشتم نریختم. یکی فلفل دلمه‌ای، یکی کلم قرمز. میتونین مثل این کلم سفیده یه دونه کوچولو کلم قرمز هم خورد کنین بریزین. پس 2 قلم فلفل دلمه‌ای و کلم قرمز هم میتونین بریزین، اما چون من دوست نداشتم نریختم. حالا نکته‌های ریز، چند تا نکته ریز داره که براتون در آخر میگم. حالا تو این ظرف قاطی میکنیم. گل کلمامون رو میریزیم، کرفسامون هم میریزیم.
اول بادمجون ترشی قاطی نمی کنیم، چون میخوای هم بزنیم له میشه. بعد این پیاز ریزا رو با این هویجا که خورد کردیم میریزیم. بعد خیارامون رو میریزیم. بعد گل کلم سفید رو میریزیم. بعد حالا قاطی من دست کردم. حالا این برگای کرفس رو میریزیم که خورد کردیم. این سبزیمون هم یه بار دیگه میگم، ترخون تازه، مرزه تازه، گشنیز تازه، جعفری تازه، شوید تازه. حالا اینا رو مخلوط میکنیم. خب حالا بادمجون هم قاطیش میکنیم. بادمجون رو با سرکش بریزیم. بعد حالا ادویه رو براتون میگم. زردچوبه میریزیم از یه قاشق، بس ببین چون مال من کمه یه قاشق چایخوری بسته، چون یه ذره تو بادمجونش هم ریختم. اگه هرچی مقدار ظرفتون بزرگتر باشه، موادتون بیشتر باشه، خب بیشتر میریزید. نمک هم مثلا یه قاشق غذاخوری پر به اندازه این کاسه. خب این سیر هم که خورد کردیم میریزیم. سیر رو میتونید خوردم نکنید، درسته بندازین مثلا دوست ندارید. بعد حالا ادویه. اینجا چند تا نکته است که میخوام بهتون بگم. ببین این ترشی این یه نکته است، من هم سبزی تازه میریزم هم سبزی خشک. الان ببینید این سبزی خشک هم ترخون مرزه تازه ریختم با نعنا تازه، هم الان ترخون خشک، مرزه خشک، نعنای خشک. این سبزی خشک به ترشی عطر میده، پس اینا رو هم اضافه میکنیم دیگه. اندازش کم هر چیز مقدار موادتون بیشتر باشه، بیشتر میخوایم بزنید. یه قاشق غذاخوری هم بریزین، عطر داره. اینم نه اون ترخون مرزه بود، اینم نعناست. بعد یه ادویه دیگه ترشی سیادونه است. این دل بخواهیه، اگه دوست دارین بریزین، اگه دوست ندارین نریزین. من تخم، این یه نکته دیگه است، تخم گشنیزه. قدیما تخم گشنیز رو میگرفتن، تفت میداد، یه تازه‌شو بو میدادن، آسیاب میکردن، میریختن. یا درسته شما میتونین که من از این آماده هاست یه مقدار میریزم برای عطرش. اینم که براتون گفتم گلپرو
یه مقدار گلپرم میریزیم. اگه دوست داشتین این چوباشو بگیرین درسته بندازین ترشیتون. اگر نه که اینجوری آسیاب کنین. اینم یه قاشق چایخوری بسه، چون زیادیش تلخ میکنه. بعد من فلفل رو شما میتونین که این فلفل تنده، شما میتونین که با چاقو کوچیک کنین. این فلفل رو میتونین با چاقو کوچیک کنین، توی ترشیتون بریزید، یا اینکه درسته بندازین. من یه کوچولوشو کوچیک میکنم چون تنده. بعد یه دونه هم درسته میندازم. حالا اول قاطی میکنم. پس من خودم سیب زمینی ترشی اومدش مثلا میگیرم ریز میکنم قاطیش میکنم. خب این قاطی. سیادونه من میریزم. حالا اگه سرکه خونگی داشته باشین بریزین یا تهیه کنین، ترشی خیلی خوشمزه میشه با سرکه انگور خونگی. سرکه خرما نریزین، شیرین میکنه. سرکه انگور خونگی اگه در دسترس بود بریزین خیلی خوشمزه میکنه. من نداشتم، من این شرکتی ها میریزم، سرکه وردام هم میریزم. توجه داشته باشید، حالا هر ظرف ترشی رو تو پلاستیک نریزید، خراب میشه. ظرف شیشه‌ای، حالا هر دردار، هر ظرفی داشته باشین، حالا کوچیک، چند تا کوچیک میریزین تو ظرفای کوچیک، یا یه دونه بزرگ دارین بزرگ. من چون جای خنک ندارم 2-3 ظرف کوچیک پر میکنم، درشو میبندم، میذارم یخچال. بعد 4-5 روز آماده است. اگه دوست دارین خیلی برسه بعد 1 ماه بخورین دیگه. اینا سلیقه‌ایه. بعد هیچ وقت قاشق فلزی توی ترشی نزنید. وقتی هم که میخواین بیارین سر سفره با قاشق چوبی داخل ترشی بزنید. الانم برای هم زدن ببینید من قاشقم چوبیه، نباید قاشق استیل باشه، آهنی باشه، چون با سرکه ترکیب میشه. قاشق چوبی میخواین هم داخل ظرف شیشه ایتون بریزین، با قاشق چوبی بود بریزین. این نکته‌ای بود که بهتون گفتم. ببینید قشنگ هم میزنید. الان عطر، خیلی عطر خوبی بلند شده، به خاطر اینکه هم این نکته‌هاش بود، هم سبزی تازه ریختیم، هم سبزی خوش ریختیم، هم این که گلپر رو ریختیم، باعث میشه که من وقتی داخل شیشه ریختم تو هر شیشه هم مثلا یه فلفل میذارم، خورد نمی کنم چون خیلی تند میشه. خب ممنون از نگاه زیباتون.